اون داستان اون غلام به شما گفتم که از کنار مسجدی با مالکش میگذشت. اون غلام سیاه پوست اجازه خواست که اجازه بفرما سرورم، من لحظاتی برم در مسجد خانه خدا. گفت برو ولی دیر نکن. اون مالکش بیرون در ایستاد. این غلام دیگه وقتی وارد مسجد شد فکر کرد که تو بهشته. وقتی که وارد راز و نیاز و با رب العالمین شد از خود بی خود شد. اون اربابش از بیرون صداش زد ای غلام زود باش بیا، خیلی دیر کردی، چرا نمیاید؟ این غلام از داخل مسجد صدا زد ارباب نمیگذارن من بیام، اجازه نمیدن من بیام. گفت مالک تو منم. کی اجازه نمیده؟ گفت همون کسی که به تو اجازه نمیده پا تو خونش بذارید. اولین اعتراف اللهم انت ربی. چقدر این جمله عاطفی است. چند بار اگه تکرار بکنید بی اختیار گریه میکنید. اللهم انت ربی، پروردگار تو رب منیت. اللهم انت ربی، پروردگار تو رب منیت. معنیش اینه که من غیر از تو هیچ خدایی ندارم، اما تو غیر از من بندگان دیگر دارید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای دیگه میفرمایند در اذکار صبح و شام، هر روز صبح که نماز صبح میخونید سنت است که 3 بار بگی رضیت بالله ربا، راضی و خوشنود شدم و دلم شاد خوشحال که تو رب من باشید. من غیر از تو نمیپسندم، من غیر از تو نمیپذیرم، من غیر از تو دوست ندارم. بله دوست دارم کسانی که تو دوستشون دارید، دوست دارم عملی که تو دوست دارید، همش خلاصه میشه در دوستی تو. چقدر زیباست. به ربی غیر از تو راضی نمیشم، دلم آرام نمیگیره، احساس ناامنی میکنم. این نام توست که من آرام میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. هر وقت معصیت تو کردیم از تو فاصله گرفتیم، دلمون در اختیار کسی دیگه گذاشتیم، غیر از تو احساس ناامنی کردیم، دچار افسردگی شدیم، پریشان شدیم، مضطرب الحال شدیم. الله یه بار دیگه بگه الله رضیت بالله ربا. با دلت بگو شاد باشه، دلت شاد باشه که خدا توشه. شکر خدا بکنید که الله مال همه است بدون استثناء. اگر الله ما رو یک قشر خاصی بود چه کار میکردیم؟ دنباله سید الاستغفار لا اله الا انت، هیچ معبودی به حق نیست به جز توی پروردگار. اعتراف دوم، چقدر خدا این اعتراف رو دوست داره. بعد میگه خلقتنی. این ترتیب این کلمات نگاه کن چقدر زیباست. بعد که میگه اللهم انت ربی تو رب منی، بعد میگه لا اله الا انت، بعد میگه خلقتنی. سبحان الله، تو مرا از عدم به وجود آوردید. خلق ایجاد بعد از عدمه. تو اجازه دادید من ایجاد بشم، تو اجازه دادید بعد از این که منو از عدم به وجود آوردید دلم
محلی باشه برای دوست داشتن تو در اونجا بگیرید. تو به من اجازه دادید که رو به تو بیستم، تو به من اجازه نماز خوندن دادید، تعظیم در مقابل خودت دادید، تو اجازه شکر دادید، تو به من اجازه پرستش دادید. باور میکنی که هر مسلمانی اجازه پرستش نداره؟ حتی مسلمانه ولی اجازه بندگی نداره. خیلی از مسلمان ها شراب میخورن، ظلم میکنن، حرفای کفر میزنن، نماز نمیخونن،